خیر باشه. بیننده‌های عزیز در کار هم موفق شدم. خوش نظر نشه. چک جوانای مقبولی داریم. سگن چشای مقبولی داره. مقصد پیامی خیلی فیلمبرداری نکن نظر میشم. همراهان عزیز و نازنینم سلام، وقت شما بخیر. بازم توسط تیمم تصمیم گرفتیم که یکی از گنج‌های بزرگ هرات که به نام گنج سلیمی در ولسوالی پشت زرغون موقعیت داره آمدیم تا به تصویر بکشیم و از حس و حال مردم، فعالیتی که در اینجا میشه در کل به تصویر بکشیم. همراه ما باشید. ما اکنون در وسط گنج سلیمی قرار داریم و طبق که شما به تصویر میبینین ازدحام زیادی از مردم. تمام چیزهایی که ما اکنون میبینم از قبیل گوسفند، گاو، شتر و حتی طبق که معلومات گرفتم قصابی در اینجا میشه و جالب از همه به اینه که در اینجا سلمونی هم میشه که قراره انشالله به تصویر بکشیم. بریم ببینیم که فروشنده ها چی از سوالی دارن، کسایی که گوسفند میخرن اونا چی از سوالی دارن و نرخ و نوا چطوره؟ جان شما جوره؟ زندگی گوسفنده شما نه؟ بله. خیلی خوب. باش که می طرف هستا شما. از کجا آمدین؟ از سلیمی. اسم شما چیه؟ عبدالواسع. از خود امی سلیمین؟ بله. چند وقت میشه که به گنج فروشات دارین؟ والا ما گوسفند اینا رو جمع میکنیم. بار اوله که امروز آمدیم به گنج تازه. خب. بله. گوسفنده خوشمونه؟ بله. آمدین که نور بفروشین؟ بله. به چند گوسفند خوب شما با چند روپیه؟ به 12,000. 12,000 افغانی. از صبح تا چند تا گوسفند فروختین؟ فعلا که هیچی نفروختیم. و اینقدر بیروباره که مردم به گنج آمده تا فعلا نفروختین، دلیلی چیه؟ به خاطر که گوسفند خیلی آمده به گنج، خیلی آمده وقت مالریزی آمده. تقریبا اگر چیزی به فایده کنه ما هم مشتری نمیگذاریم تا حد امکان بره پیشمون. یعنی شما دیگه تا اندک هم که فایده بکنین 100% میفروشید؟ بله ان شاء الله. خیلی کاکا شما خوبین؟ خوبیم، خیریته. تیار هستین ان شاء الله؟ شکر زنده. شما چیکار میکنین به گنج؟ ما هم بیامدیم یک گوسفند کی بستونم برای ما اومدین که بخرین؟ بله. برای چی؟ برای لندی کشتن. ماشاءالله هر سال دیگه گوسفند برای لندی اگه خدا نصیب کنه بله. چی گوسفند میگیرین؟ هر رقمی برابر آمد، سفیده کی برابر آمد، از این گوسفندا چی برابر آمد یکی بهم قیمتی میخرم. تو بهم چند امروز قراره که گوسفند به خاطر لندی بخرید؟ تا 8000 9000 خب برابر میخرم. همه ساله میخرین گوسفند؟ بله سال یکی. به نظر شما چی رقم امسال نرخ و نوای گوسفند؟ امسال گوسفند ارزونه. ارزون‌تر؟ واقعا ارزونه. خیلی تو بخرین دیگه که ارزونه. حقیقت قوت مو بیشتر نمیکشه. نمیشه؟ امسال گوسفند هر کس لندی خوش داشته باشه امسال مگرم بخره. ارزونه گوسفند. ارزونه نه؟ نسبت به دیگه سالا گوسفند پایینه. یعنی امروز دیگه 100% باید گوسفندی بخرید. ان شاء الله اگه نصیب شد. از صبح آمدین؟ بله. تو فعلا پیدا نکردین؟ تو فعلا پیدا نکردم. امید از که پیدا کنید. توکل به خدا. خب بیننده‌های عزیز، طبق معلوم کوکا قرار گوسفند بخره. لالام فروشنده. ما آمدم تا این بازار به تصویر بکشم. چقدر خوب میشه که کوکا گوسفند بخره و ما از این خرید و فروش هم آگاهی حاصل کنیم. سگم جور میآینه. کوکا اول می گوسفند شما چی رقم خوش میکنین؟ مگرم کمر دست میزنیم اور بالا میکنه. من این گوسفند بیازو میخرین. یکی اگه برابر یا میخرم. اندازه قوت بده. امی به چند لالو؟ بنونیم از. شما بیان پیش بیان. خود کوکا جور بیه. کوکا دیگه فکر کنم گوسفند تست میکنه که امیر بگیره یا نه. هیر به چند گفتین؟ به 9.5 از. چی رقم کوکا قیمت؟ 8000 میدیم به من. های؟ اگه میشه تو بکل به خدا. فایده کردی واقعا شما نداشتیم بره. فایده و دست خداه. ما شما چیزی گفته نمیتونم. اگه میشه مینا که 8000 ببرار خود. نمیشه. به چند میشه آخری؟ آخری بگین. بگذاریم دست خود. اینا کرد با مشتنی مزار ببرار خود میدیم. چی نمیشه کام. میگم باید جوره این دیگه. کوکا سعی کنه چه زر پیش میاد. نه دیگه شما سعی کنیم مرغ شما یک لینگ نباید داشته باشه دیگه. نگیرون میشه. کم روغنه.
دفعه دیگه هم کوکو اگر نه خوب سه و سه کنه کم روغن امیر سه کمال حاضره و شما هم اگر واقعا گفتم اگر تا بکل بخدا. کوکو یک چیزی بگو ازش برای پشتونیم شما نور بیامدین یعنی واقعا اگه هل فایده کردی نمیخواستم کار بره خیر بود بله. دونیم صدقم بود چی رقم کوکو گرون میشه دونیم ساعت خب لالا کجا شدی تو کوکو گوسفند خوش کرده بله اونا چند گفتن اونا 8.5 و شما چند گفتین من 9000 آیا لازم میبینین که یک کسی مشتری بیای شما قرار همیشه اینجا همچین فعالیتایی بکنین درسته به خاطر 5 ساعت یا 2 ساعت یا 2.5 ساعت یک مشتری که مثلا حتما باز میان باز مراجعه میکنن پیش شما نه از صبح خیلی اومدم واقعا بالا متوجه شدم خیر باشه امروز به خاطر که کاکام ماشاءالله چه یک اخلاق خوبی داره و شما هم تا فعلا دسلاف نکردین ما خود تیم آمدیم در اینجا کاکام داره میخره باید جور بیاین روی ما رو هم به زمین نمیندازین کاکام روی ما رو به زمین نمیندازه چیزی هم میگم که سیخ بسوزن یک کباب به خاطر 500 افغانی شما سودا شما نشده درسته پسیر 50-50 میکنیم دونیم اونا علاوه بدن دونیم شما درسته اون میکنه واقعا دیگه خیر باشه روی ما بدن کوکو بدن کوکو چندی دونیم ساعت ازی پای میار دونیم ساعت 8000 هفته نیم ساعت 8000 هفته اینا خود روی ما رو قبول کردن کوکو شما هم قبول میکنید شما هم قبول میکنید سکو 2 ساعت دیگه هم پول کرایه کم کن نه چیز واسه کرا به شهر میبرم برین کوکو خیر باشه دونیم ساعت بزن بیننده عزیز در کار هم موفق شدم اگه که نگفتم خیلی خوب خیلی خوب گوسفند بالاخره خریده شد و این قراره که گوشت لنچ شوه و کوکو یک شب مرا میمان میکنه در گنج حضور داریم و بازم به سمت سلمونی گنج آمدیم کجا میری؟ یک دقیقه صبر کن سلام بشی خوبی؟ بله چطوری؟ سرت خوبه؟ بله بخیر باشی چطور هستی داری که سر تو کم شد؟ خوبی؟ بله الهی شکر یک سلام بکن السلام علیکم و رحمت الله اونا سلام بکن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته به چند کم کردی سر خور؟ 30 روپیه چون 30 روپیه 30 روپیه 30 روپیه خیلی خوب همیشه اینجا کم میکنی سر خور؟ بله خیلی خوب خداحافظ استاد خوبین؟ سلام علیکم بخیر این ساعت خوب انشالله جان شما جور تیار هستین چند وقت میشه که سلمونی دارین به گنج؟ ما به گنج کو خیلی وقت میشه از زمان طفلیت تا مسلمانی از زمان طفلیت از زمان طفلیت خود پیار به بو خو به تی دیار رفتیم میبری رفتیم تا سلمانی یعنی در کل شما سلمانی قریه به قریه این دیگه درست؟ بله می داخل دیا که هستیم به گنج هم میریم داخل دیام میریم چرا مثلا شما گنج انتخاب میکنین برای سلمونی؟ با واسطه ازی که کاروبار ما بم دیه بله خونه به شهر نی بم دیم دیگه مثلا وقت شما سلمونی دست شما خوب صحیح میخمه برای سلمونی چرا یک دکان باز نمیکنین بخو؟ دیگه تو کاری هست حالا به می گنج که میایم داخل دیا که میریم میته به دست خود خونه میته بیتاره دکون دیگه مگرم خراب دی هر سر اینجا به چند روپیه کم میکنید؟ کسی هست 100 روپیه میده کسی هست 20 روپیه میده کسی هست 40 روپیه میده کسی هست 50 روپیه میده این سلمانی کس بی نداره به خود مردم سخیر منیو از صبح تا حالا که ساعت شده تقریبا 11 و نیم بجه بله از صبح تا حالا چند تا سر کم کردی؟ یار شاید ایت کوبیات منی شاید 10-15 تا کم کرد 15 تا بله. خوب عایدات داری پس ایت کس بعضا پول کمتر میدن بعضا بیشتر میدن چون نمیشه خود مردم مشتری هم مثلا بگی پول بده یا جنجال تجهیزات شما فقط همین چوکی و قیچی و دیگه؟ همین چوکی و مثلا همین همین ماشین و وسیله های ماشین هم دارین؟ بله ماشین هم دارم ماشین کو؟ ماشین هم کسی باز ماشین هم این چه کار؟ ریشه اینا رو ختم میکنین؟ بعضا سراخور بوکسیلی مایم مودکی مایم مودکی هم اینجا پاک اجرا میکنین؟ هر مدل که مسته باشه هم تیار میکنه همین تو سمسه هر کس بیا جواب دیگه هر مدل خوش داشته باشه درست میکنه موفق باشین زنده باشیم برادر همراه باشین بینید
بیننده‌های عزیز، در قسمت دیگری گنج سلیمی موقعیت داریم، قرار داریم. I'm so sorry. بیننده‌های عزیز، در قسمت دیگری از گنج سلیمی موقعیت داریم و در کل اینجا فکر کنم چیزی که به تصویر میبینیم فقط اینجا گو میفروشن و گوساله، یعنی بازار گو و گوساله در اینجا هست و مردم کسایی که میخوان گو بخرن گوساله بخرن باز به اینجا مراجعه میکنن. یک کمکی حالا احساس میکنم نظم داره ای گنج، چون بخش گوسفندی تنهای، بخش قصابی و تنهای، بخش گو تنهای و شاید دیگه طبقی که به تصویر دیدیم بخش مواد اولیه تنها بود. ما بریم به یک کسی که گو میفروشه اینجا همراه مسابقه داشته باشیم. سلام، وقت بخیر. تیر میخیر خیر خیر. خوبین؟ الحمدلله. همه میگن دیگه رئیس گو فروشا شما نه تو؟ خوبیم، طلبه هستیم. میگه دو گنج دوستای میفروشی. خیلی بله خوب. از صبح تا حالا چند تا گو بفروختین؟ 3-4 تا بفروختیم. 3-4 تا گو. چی رقم قیمتی گو امسال بهتره یا پارسال؟ یعنی از لحاظ قیمت بالاتر رفته؟ پارسال گرونتر بود، امسال مناسب تر. هر مالی هم کردی هم گو است. چند تا گو دارین گو؟ همینجا 5-6 تا داره. 5-6 تا گو؟ بله. اینا رو چطور نگهداری میکنین؟ به خانه گوداری دارین چی؟ نه، از گنج میخریم، بزی گنج میفروشیم، بزی گنج میخریم، بزی گنج میفروشیم. ما با سرام داریم، گوجم کردیم. سرام دارین ها؟ خیلی خوب. قیمتی ترین گویی که شما امروز دارین بله. یا رو بفروختین چندی بوده؟ تا به 1 لک بفروخته. به 1 لک. بله. مردم میخره یا قصاب؟ نه، همین مردم میخره، به خونه گام دارم جمع میکنم. بله. و ارزون ترین گویی که دارین؟ تا 50,000. 50,000 هم داریم. چی گپ مثلا تفاوت یک گو 50,000 افغانی تفاوت داره، یکی 1 لک یکی 50,000. دیگه گو تا گو است کمال 1.5 لک 2 لک سلاخ خرید فروش میشه. نه به گنج ما به پین میشه. بیمام 6 نور به شهر میخرم. بله. به 3 لک 4 لک روپیه هم یک تا گو. سلاخ هم گو است. 3 لک افغانی. بله. شما مو گویی که گفتین 1 لک روپیه قیمت داره حال است؟ آن بله. گونو نورد کلا ان بیام لغزی گو. سوالات دیگه هم مطرح میکنیم، گوی شما هم خوش شما میبینیم، درسته؟ بله. امروز قراره که شما دیگه هم گو سودا کنین بفروشین، درسته؟ بله. دارین فعلا یک مشتری چیزی یا نه؟ کسی حالا که دیگه نصیب کار داره کی بیای مشتری ان امیر بود دادم 1 امیر دادین به 1 لک افغانی. این به نظر شما چند من گوش خواهد؟ این گوش نیه، اوست هم شیر میدم 5 ماه اوسته. خوب. بله. کردی نیه. اوست هم است. بله. خیلی خوب. 1 لک افغانی فروخته شد. بله. دیگه هم فروختیم به جز از این؟ بله 200 تا دیگه هم. اونا رو به چندی فروختیم؟ اونا هم 60 70 50 میته بفروخته. بله. از این 1 لک کمی گو فروختین. واقعا چقدر به شما فایده رسیده؟ 5000 ما فایده کرد. 5000 بله. افغانی. درو بخریدیم رو بیاریم اینجا بدادیم 5000 فایده کرد. 5000 افغانی. یعنی اگر شما همچون گوهای روزی 200 تا بفروشین خب فایده. ان الحمدلله خدا رزیم گنج 10000 15000 5000 بیج نمیشه. به هر گنج 10 15000 روپیه درآمد داره. خیلی خوبه. خیلی خوب. آدم از چیزی که خدا بگو نگی. از کجا هستین بگو اصلی؟ ما از این کوشکیباتی. مربوط به پشت زرغون. پشت زرغون ها پلیس پشت زرغون. چند سال میشه کار میکنید؟ یار شاید 20 سال 15 سال میشه تایم. 20 سال میشه. خب دیگه سه تجربه دارید. تجربه داریم بله. خیلی خوب. تا اونم گویم تا اون میکنه خب تا بده. و اکنون یک فرد پیدا شده که آمده داخل از گنج که میخواد گو بخره. فکر کنم گو خریدن خودی هم یک جرأت میخواد نه؟ سلام خوبین؟ شکر شما خوبین الله بخیره. شما اسم شما؟ اسم یوسف میرآقا از کبابیون ولایت هرات. خدا یار شما چقدر با انرژی؟ والله خوبه ها که میشه. صبح چی خوردی؟ معلوم نیه. معلوم نیه؟ صبح چی خوردم؟ چی خوردی؟ به اجازه شما کباب. بله جدی. طبیعی است کسی که برای گو بیاد دیگه حتما کباب هم میخوره. آره دیگه چیکار کنم؟ آمدی گو بخری؟ بله. تو به خانه‌های چندی میخوای گو بخری؟ کنیم لک باشه میخری. برای چی میخری گو؟ برای فروش با میفروشی. فایده کنه میفروشی. پس به می گنج میفروشی؟ هی گنج شهر. این کار شما نه در بله. خیلی خوب. هنوز نخریدی؟ بخرین که توی. از صبح تا حالی؟ دیگه هم میخوای بخری؟ بگیری یا داتای میخرم. دست خودش هم میخرم نمیفروشم. خیلی خوب. کدوم گوی را زیر چشم کردی؟ دوتای زرچیش کدوم بخریدم دیگه هنوز فعلا نه دیگه تو. دیگه نه دیگه. همون گویی که اولین دفعه خریدین امروز به چند خریدین؟ یکی به 70 خریدیم یکی به 60. شما گوی بیروبار همین پول 60 لک 1 2 لک 3 لک میتونه جیب خون کنه میاین ببین چه کمی بیش میاره کمی بیش اعتبار داره کمی بیش پول ما مردم را برام میکنیم ما مشکلی نیه نه هیچ گپی نیست هر پنجشنبه و دوشنبه داخل از گنج میایم ما کمی بیش میایم چشما خود چه سیو کردی دیگه سنته خب بله واقعا
مدام چشام سیاه کده خواست نظر چک نشه جوانای مقبولی داریم سگن چشای مقبولی داره مقصد پیامی خل فیلم برداری نکن نظر میشم با پیامی برسان چی پیام برسونم با عنوان یک جوان برای بیننده ها چی پیام داری دیگه پیام بمینه که خود ما میت ساعت و سالم جمعی اهل اسلام میت ساعت و سالم باشه تندرست باشه بخیر باشین زنده باشین. ممنون همراه ما باشین بیننده است تشکر بخیر باشین